امروز اومدم درباره یک نوآوری بی‌نظیر در علم و فناوری صحبت کنم که توسط نیروی دریایی آمریکا به وجود اومده. بیایید به همراه من نگاهی به دنیای سلاح لیزری و عملکرد عجیب و در عین حال بسیار جالب این اختراع بندازیم. سلام، اسم من مهدیه و خوش اومدی به جهان جنگ. این پیشرفت باعث شد تجهیزات نظامی به یک سطح جدیدی برن، چرا که این تکنولوژی مستقیم از جنگ ستارگان بیرون اومده. در حال حاضر این تکنولوژی جدید قابلیت فوق‌العاده‌ای برای منهدم کردن خطرات هوایی و زمینی رو داره، به طوری که این فناوری امروزه در پیشروترین جنگنده‌های نسل 6 تا ناوهای هواپیمابر و حتی در برخی از هواپیماهای مسافربری دیده شده. این سلاح توانایی مهار کردن یا نابود کردن اهداف کوچک یا بزرگ رو در کسری از ثانیه داره. تا به امروز ما انسان‌ها با سختی بسیار و با کمک محاسبات پیچیده و با کمک رادار یا ماهواره قادر به ردیابی و از بین بردن تهدیدات هوایی مانند موشک‌ها و جت‌ها بودیم و یا به دلیل خطاهای انسانی و محدودیت در سرعت عمل پدافند و موشک‌های آن شاهد فاجعه‌های زیادی مانند از دست دادن جان هزاران انسان بیگناه بودیم، مانند فاجعه پرواز 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین که اگه به این سلاح بازدارنده مجهز بود به آسونی جان 176 سرنشین نجات پیدا می‌کرد. اما این اولین باری نیست که ما از لیزر در جنگ استفاده می‌کنیم. در سال 1960 سیستم هدایت لیزری برای موشک‌ها و پدافندها طراحی شد و طولی نکشید که از لیزر برای نقشه‌برداری از زمین و مصارف درمانی هم استفاده شد. 10 سال بعد، یعنی در سال 1970، اولین نمونه آزمایشی این سلاح در دست توسعه و تحقیق قرار گرفت. دایرکت انرژی ویپن ها یا سلاح انرژی مستقیم به 3 مدل یافت میشه. های انرژی لیزر یا لیزرهای با انرژی بالا میتونن پالس های نور با انرژی های بسیار بالا رو منتشر کنن، مانند چندین مگا ژول در هر پالس. این انرژی به اندازه‌ای قدرتمنده که میتونه اهداف رو در فواصل دور نابود کنه یا سیستم های الکترونیکی رو از کار بندازه. این لیزرها معمولا برای مقابله با تهدیداتی مانند موشک‌ها، پهپادها و هواپیماهای بدون سرنشین استفاده میشن و میتونن با دقت و سرعت بالا عمل کنن. از اونجایی که این لیزرها بدون مهمات فیزیکی کار میکنن، میتونن به صورت پیوسته و بدون نیاز به شارژ مجدد تا زمانی که منبع تغذیه داشته باشن فعالیت کنن. دومین مدل های پاور مایکروویو ها یا مایکروویو های با قدرت بالا سلاح‌هایی هستن که از طول موج‌های بسیار بالا برای نابود کردن اهدافشون استفاده میکنن. این سلاح‌ها میتونن به صورت موقت یا دائمی سیستم‌های الکترونیکی دشمن رو از کار بندازن بدون اینکه به انسان‌هایی که در نزدیکی اونها قرار دارن آسیبی برسه. مایکروویوهای با قدرت بالا به عنوان یک ابزار دفاعی علیه حملات الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیره و در موقعی که نیاز به حفظ زیرساخت‌ها و جلوگیری از خسارت‌های جانی بسیار موثره. این تکنولوژی به ویژه در مقابله با پهپادها و سایر وسایل پرنده‌ای که ممکن است حاوی مواد منفجره یا سایر تهدیدات باشن کاربرد داره. با توجه به پیشرفت‌های اخیر در فناوری، مایکروویوهای با قدرت بالا به عنوان یک بخش مهم از سیستم‌های دفاعی مدرن در نظر گرفته میشن و انتظار میره که نقش اونا در آینده افزایش پیدا کنه. و آخرین مدل رادیولوژیک ویپن ها. بله، درست شنیدید. درست مثل تصویربرداری و قسمت رادیولوژی بیمارستان ها، با این تفاوت که این یک سلاح بزرگه. سلاح‌های پرتوزا یا پرتویی که از ذرات باردار شتاب داده شده برای ایجاد تخریب در سطح اتمی استفاده میکنن، میتونن پرتوهای آلفا، گاما و بتا رو تولید کنن که از هسته‌های رادیواکتیو یا دیگر منابع پرتوزا گسیل میشن. این نوع سلاح‌ها میتونن برای اهداف مختلفی استفاده بشن، از جمله تخریب تجهیزات الکترونیکی دشمن، ایجاد اختلال در سیستم‌های کامپیوتری یا حتی ایجاد آسیب‌های بیولوژیک. این سلاح‌ها میتونن به صورت مستقیم برای کشتن یا آسیب رساندن به افراد استفاده بشن یا به صورت غیر مستقیم با آلوده کردن محیط زیست با مواد رادیواکتیو. با این حال استفاده از این نوع سلاح‌ها با چالش‌های فراوان اخلاقی و حقوقی همراهه، چون میتونه آسیب‌های جدی و طولانی مدتی به محیط زیست و سلامت انسان‌ها وارد کنه. به همین دلیل استفاده از سلاح‌های پرتوزا در بسیاری از کشورها محدود یا ممنوع شده. اگه تا اینجای ویدیو خوشت اومده، ویدیو رو لایک کن، چنل ما رو ساب کن تا مطمئن شی ویدیوهای بعدی رو از دست نمیدی، چون این اولین ویدیو منه.
خیلی ممنون. حالا بریم که 3 نقطه قوت و 1 نقطه ضعف این سلاح رو با هم دیگه بررسی کنیم. اولین و مهمترین مزیت همیشه راجع به پوله، به طوری که متوسط قیمت هر موشک آمریکایی $1,000,000، در صورتی که هزینه هر بار شلیک این لیزر به $5 هم نمیرسه. حالا تصور کنید که تو سنگرتون نشستید و یک پهپاد شاهد به سمتتون میاد. پهپادهای انتحاری یا کامیکازی هستن و در صورت برخورد هدفشون رو نابود میکنن. شما برای زدن این پهپاد 3 گزینه دارید: توپخونه، موشک و یه لیزری که هیچ وقت تموم نمیشه و شلیکش خیلی آسون و دقیقه. کدوم رو انتخاب میکنی؟ برام بنویس چرا. دومین مزیت یعنی دقت و قدرت. این لیزر میتونه از فاصله دور طوری قدرتش رو تنظیم کنه که فقط پیشران یا مهمات هدف از کار بیفته تا بعداً لاشه هدف قابل شناسایی باشه. و سوم، سرعت. برای این سلاح مسافت یا زمان معنایی نداره، چرا که سرعت لیزر این سلاح برابر با سرعت نوره و از جنس پالس های انرژی، یعنی بلافاصله بعد از شلیک برخورد صورت میگیره و دیگه نیازی به محاسبات سنگین برای تخمین مختصات و سرعت هدف وجود نداره. بچه‌ها دقت کنید، کشوری که این تکنولوژی رو ساخته بودجه نظامیش 48 برابر ایرانه. بودجه نظامیش از مجموع 10 کشور بعد از خودش همچنان بیشتره. و البته برگردیم سراغ عیب این سلاح. عیب اول برمیگرده به ماهیت نور. چون نور همیشه مستقیم حرکت میکنه، نمیشه با این سلاح اهدافی که در تیررس مستقیم نیستن رو بزنید. برخلاف موشک ها که قدرت مانور بالایی دارند و با دور زدن یک کوه میتونن هدف پشت اون رو از بین ببرن. سلاح لیزری همچنین در جنگ آمریکا با افغانستان و آمریکا با عراق نقش مهمی رو در پاکسازی مینهای زمینی ایفا کرد. حالا میتونیم به جرئت بگیم که جنگ باعث پیشرفت انسان شده و وقتی قضیه بقا در میان باشه ما انسان‌ها جونمون رو به خطر میندازیم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. ساب یادت نره، تو ویدیوهای بعدی میبینمت. خدا نگهدار.